اینجا استان گیلان، شهرستان سومه سراست، محله قصاب سرای کسما که در سال 67 به دستور خمینی جنایتکار تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و مجاهدان خلق به شهادت رسیدند و این محل مزار این عزیزانه که حتی یه سنگ قبر هم نداره و خیلی هاشون هم به صورت جمعی دفن شدن. ما از همینجا به روح پاک این شهیدان قسم میخوریم که انتقام خونشون رو از عاملان و جنایتکاران میگیریم و تمام جنایتکاران رژیم رو به دادگاه‌های بین المللی میکشونیم تا مجازات بشن و جا داره از همینجا درود بفرستم به روح پرفتوح شهیدان مجاهد که در راه وطن کشته شدند. خوشا آنان که در راه عدالت به خون خویش غلتیدند و رفتند. خوشا آنان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند.